سلام رفقای گل، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم با یه ویدیو دیگه همراه با من از کانال ایکس بیار سور. امروز اومدیم سری سروایوال بکنیم. دیدیم که یوسین رفته سروایوال زده، بعد زده تو دست گرنی. ما گفتیم ما کم نمیاریم، سری میریم سراغ سروایوال. البته دوستان قرار بود یه گیم دیگه بذاریم، دلیل مشکلاتی لپتاپ را همین یه ماینکرافت زیبا در خدمتتون داریم. لایک حساب بزنیم بریم واسه ویدیو. خب وارد گیم شدیم دوستان. صدا گیم خیلی پایینه ولی خب میگه بالاه. چی مثلا ولکن با هدفون ما خب اول از همه چوب میزنیم. زورت کارت تخمی رو بده کارت با هم میخورم. مثل یوسی فوز جمع میگیریم. زورت جوری پلی میده. ها بچه ها چکار کنیم؟ باجی یه سگی پیدا کنم اسمشو بذارم یوسین. باجی خیلی میخوام تلافی کنم، زیادی دارم تلافی کنم. چورنگاشی دیدیه؟ ایتوری پلی میده ایتوری. یو اول فاز خیلی دید فوز بیار گوشه پایین ایجا خودی حالا ایجا گوشی چی پیدا بکنم. یه خرگوش ایتوری میره خوش برسه بیشورا. مرگ خوک برسه. خب این چی دیگه؟ برای مود میریزی. مود کاراکترت بغل دوشه بدم این چه توشن همه چیز مینی توشه حالت به هم خورد. دیوونه یوسین کوچولو باجی با گوشی با پیدا رو با خودم باشه. یوسین اینو میخوره. یوسین رو باید فرار بکنی. یوسین اسمش خورده میخوایی. یوسین چی دیدی که یوسین کوچولو غیر بکشه. یوسین کوچولو فوتش که یوسین کوچولوه. یوسین داشت نمیخواد بکشی. باری کلا یوسین کوچولو چه میکنه این پسر؟ بیا یوسین کوچولو اینو بخور. انا یه همه شد. چی کاری میکردی؟ چی اومد تو بولو دست ما؟ بدش به ما بیخیال همتونه. اینو نگاه علی چی دارن دنبال شما میفتن. بساز اینا برای حالمون بنزدی. حالمون بنزدی. من دیگه اصلا جا شما نمیاد. گاری چون مرغوی 2000 years later. صدو گوسا نشنیدی؟ حالا بریم اینجا. آقا تخت مشکی ما داریم. مودی با بقیه فرق میکنیم. با تخت مشکی ما که تخت مشکی کوچ خبره. خوبه دیگه. وای هنگ خوش برسر کیفیت نوموز آدم خوبه با شیدر رو میدم. شیدر مارگوی که کایش نیم. مارگو دوتا یوسین نه دوتا یوسین نه. یه توشون فرزاد باشه یه توشون یوسین و فرزاد دارن میرن. هر دوتاشون سگ افتادن دیگه. افتادن دنبالی بنده خدا. بعد با ول کنی نه تا صبح هم بگردنی و دور خودش میچرده. خوش برسرتونه. او یوسین کوچولو بوی یوسین اصلیه. گوشی افتاده. क्या हुआ
حالا ما خرسه رو ای جان شون سزم میبره 1000 years later. خب آقا ما اینا رو ساختیم یه تختی هم با چک تختی هم چکیدیم یه ساعت پیدا کنم آجی پشمو ریخته ای قصد سنگ شده هستشتم چه خبر ببین که یاسین من در دنیا ها خفه شو بابا چطه نک کوفنی کارور نمی کنه بیشور بودم برو باش کم سری بخوب خیلی راحت برو پورتابا خیلی پیش رفت باشی به 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 گومه نمیتونم مونک رفته تومون کنم 100 تومونش میکنم باشه هیچی نی بخوریم حالا دی خیلی سری موبو ازور میشن وجی خیلی سخته what the heck سوسک hoş bu. Kaçma hoş bu. مرغو قبرش بیافته بود. حالا مرغو چه صبح مدی؟ ایوالا. قبرش یه نرفته دوده نه. هر موبیه قبر. وجه قبر رو مرغو نورد کنند خیلی گریشتم باشه. هچینی پیدا کنیم بخوریم دوباریم بخوریم چه فور دوباریم بابا بزم چیزشون کنه حالا یه جای پیدا کنیم حالا یه روستایی باشه خدا کنیم یه روستایی پیدا کنیم چشم بیوجا بمونیم حالا ما شانس ای یاسین دوم یاسین کبا برو خودم باش یاسینو چطوری آخه زویدی وجود نداره با رفتیم خانیم با یک کو گنده یک کو همین کو دوست همین گووا که صدا بدی میدن خیلی صداشون بده اخ انگاه که مریضه نه بقول یاسین دست بیده ورداشی کردن تو کونه ها اش کردی نگاه ما اصلا خدا به کلو اومد چیت نزنم گوز خوشگل میسازیم قدر از اون نمیدی خود گوز میچپونیم چی بولی پاش خیلی بول شده بود این 7 دور بذاری 7 دور عقب داشتم دیدی اش کردی آجی هر کی بود الان میاد بگه آجی ندارم باید چوبامو بریزم خفه شو بابا بچه چه سکسیوی بود بچه هاش گناه داره خوب با چیکار بدبخت داری چی نه رو بوی چی نگو کن نجاتت میدم نه تو چه کار کردی من پدر زکیته مادرته کاشتمش رفتی اینو کاشتی چه مادرشو کاشتم یوز بچهشو بکشم بچهشم مادرش بدتر بوده اینه که یوسین کاشت خدا بیاموز چون از جی تی مارد دیدی تو او میافتادی تو دستشو میورد بالا کنم تو یک دوش که نبود 3 شورش بود
کلود. وا برو پایین برو. سرعت برق بوده اینم من نگو کش قیافه دارم. وقتی میپرم کلم میکوری میکنم. کاش یه اسبی پیدا میکنم نه روستایی پیدا. من هرچی میگم میخوام پیدا کنم پیدا نمیکنم. درختاش اینطوری باچ کیفیت اینور نگو پشمو. خب دوستان سفر دریایی داریم. خب گل مرسی تا یه ویدیو با ما همراه بودید. این پارت خیلی چیزی نداشت برای پارت های بعد ما پر انرژی و خفن تریم. منتظر ویدیوهای شب انگام حالا تونستم شاید کنسل بشه حالا من نمیفهمم. من خیلی دنبالش گرفتم. حالا تا اینجا ویدیو دیگه اومدین دیگه لایک و ساب بازم